سر دختره خیر جمع میکنه و یک خوراک دیگه شام شیرخور است. چند سال هستی؟ 5 ساله. 5 ساله. چپلق خوراکی خریده برای چقدر مقبول است؟ رنگ ناخون تو هم رنگ چپلق هایی دست مکتب میخوری؟ صرف چند است؟ صرف اول. صرف اول. در کدام مکتب؟ ددانه. بیدانا. حال چی میکنی که تو در بازار میگردی؟ خیرات جم. پدر چی کار میکنه؟ پدرم سرچه کنه کارشون میره خانه. کار نشون. چند خور بیادر داری؟ 3 تا خواهر دارم. 1 تاش خور دارم. 1 تا بیادره خور دارم. شیرچوشم. سر دختره خیر جمع میکنه و یک خوراک دیگه شام شیرخور است. میگم پدرش شام حیات است، صحتمند است. او برادرک خودش آمد شاید 12-13 ساله باشه، حالا گپ میزنیم باش و خود از دخترک صنف اول مکتب است. میگم من خیر جمع میکنم یک و باز یک خارک یا بیادرک است؟ یک چوش است. یک بیادرک هم داره که شیرخور است. چند خور بیادر است؟ 3 تا خواهر هستیم. 5 تا بیادر قره شیرچوش. 5 تا بیادر 8 تا. تو بیادر خو 7 تا بود. خوی شیرچوشش دیگه چرا؟ باز این سر تفلک میرن کار میکنن. کار خوب است؟ خیلی جمع کنه؟ نه. نیست کار خوب. تو باید در خانه باشی درس بخونی. بیادرهای کلان چند سال است؟ 5 ساله. از این که چند تا کلان است؟ از یک کلان است. او هم شاگرد است. یک بوتله. نام چیست؟ آبده. آبده. چه نامت نبوده است؟ کی نام سرت مانده؟ مادر. وقت مکتب خلاص کنی بخیر میکنی چی کارش؟ دکتر میشه. دکتر میشی؟ ما ولی شده مرد تداوی میکنی؟ چقدر سفید تا چانت باشن چادر محفوظ به سرت باشن بیایت محفوظ باشن بیایم کران زنکه باشن خوبیه میکی خوبیه دکتر ها بودن میخوایم تو دکتر شدی؟ آفرین بشک اما کش کنی درس تا بخوانی خب؟ دیگه سر صبح بگو در خانه بگو من دیگه نمیرم خب و کاکا به من گفت که شرم از بر دخترها که برم بیرون خب؟ سایسه. آفرین اگر بیادر نمی داشتی یا پدرت اگر زنده نمی بود باز می آمدی خیر اما حالا خب پدرتان زنده است بیادرهایتان کلان است دیگه تو چرا بی؟ شکر آفرین جا باش که باز من برات یک بخششی بودم سیست؟ آفرین